سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی مقصودم و امروز ویدیویی که داریم مخصوص دانشجوهاست و من تو این ویدیو قصد دارم که راجع به دغدغه هام برای دانشجوها بگم و اگه داری تازه وارد مسیر شغلیت میشی این ویدیو به نظرم مخصوص توه. احتمالاً مخاطبی که داره نگاه میکنه یک دانشجوه و نمیدونه، در یک فضای گمراهی داره به سر میبره از اینکه این مسیری که به عنوان شغل و علاقه میخواد پیداش بکنه چه مسیریه و اکثر ماها دچار یک فرایند ترسی میشیم. ترس از شکست، ترس از دست دادن، ترس از اینکه من نشه که بی پول شم تو این کاری که میخوام انجامش بدم، که باعث میشیم کارا رو شروعش نکنیم. من میخوام به داستان یه خانومی اشاره کنم به اسم مایا آنجلو که این آدم یکی از به نظر من خفن‌ترین آدم‌ها در حوزه نویسندگی در جهانه. این آدمه آشپز بوده، پیشخدمت بوده، خواننده بوده، رقصنده بوده، ویراستار بوده، استاد دانشگاه بوده و بهش میگن که تو رفتی همه اینا رو امتحان کردی که برسی به نویسندگی و این آیا از این طی کردن این مسیر پشیمون نیستی؟ که میگه اگه من نمیرقصیدم شاید هرگز به موسیقی گوش نمیدادم. انگار هر کاری که ما انجام میدیم یه پله‌ایه صرفاً برای مسیر جلوی رومون که بتونیم توی این مسیر هی مثل دومینو هی قدم برداریم. ما راجع به اینکه این دومینو کجا قراره و به چی قراره ضربه بزنه هیچ اطلاعی نداریم و کاملا شما حق دارین. من به عنوان یه آدمی که دانشجو بودم و توی مسیری که طی کردم و بهتون کاملا حق میدم که ندونین چه مسیری رو میخواین طی کنین. من اون کار رو دوست داشتم که انجامش بدم، میرم صرفا راجبش مطالعه میکنم و اگه اون آدم تونست انجامش بده پس منم میتونم انجامش بدم و این به من شجاعت لازم رو میده که بتونم تو اون مسیر قدم بردارم. و به نظرم این یه نکته کلیدیه که به نظرم همین ابتدا باید از خانم مایا آنجلو ما اینو یادش بگیریم. و یه نکته دیگه‌ای که اشاره میکنه، میگه که من فهمیدم که تو ابتدای کاری که قرار انجامش بدم فهمیدم قرار نیست کار شاهکاری باشه، فقط قرار من انجامش بدم و قرار شجاعتمو امتحان کنم. به نظرم امتحان کردن شجاعت و یه جوری به رخ کشیدن خودتون به خودتون اون وجهه رفتن داخل اون ترس است. ترس داره. من به عنوان دانشجو روز اولی که بخوام راجع این فکر کنم که آیا رشته خوبی انتخاب کردم، آیا دانشگاه خوبی انتخاب کردم، آیا این مسیری که میخوام، هزار تا سوال، آیا اصلا من تو این زندگی اومدم که چیکار کنم، اون معنای زندگی برای من چیه، حالا خانواده، خیلی مسائل مختلف، حتی حالا با توجه به اینکه ما در ایران داریم زندگی میکنیم و مسائل مختلف دیگه این هم از جنبه فرهنگی سیاسی رومون فشار میذاره. پس ما این شکلیم که این مسیره پیدا کردنش فقط با شجاعت اقدام از شما میاد. حالا من جلوتر یه سری پارامترهای دیگر هم بهش اشاره میکنم که بازم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. روزای اولی که از من میپرسیدن که چه کاری رو دوست داری، میگفتم کاری که قراره منو پولدار کنه. داستان شکلیه که وقتی که درآمد آدم‌ها در لایه‌ای داره 2 برابر میشه، میزان رضایت از زندگیمون داره 2 برابر نمیشه. ولی اگه جایی که مثلا تو این آزمایش نشون دادن مثلا تا $80,000 درآمد سالانه، انگار آدم‌ها رو به اندازه کافی داره خوشحال میکنه یا رضایت از زندگی برای من میاره. اما از یه لایه به بعد که من درآمدم داره 2 برابر میشه، لزوما داره رضایت از زندگی من افزایش پیدا نمیکنه. حالا چه پارامترهایی داره این کاره؟ مورد اول چیه؟ کاری که شما رو دچار غرق شدن میکنه. نمیدونم تجربه بازی کردن فیفا یا بازیایی که توی PS4 یا کامپیوترن دارین، میبینید که بعد از مدت زمانی که میگذره انگار شما دچار یه غرقگی شدین و دچار این شدین که انگار زمان رو از دست دادین. بعدی که به نظرم خیلی جذابه، میگه کاری که به دیگران کمک میکنه. طبق یه ریسرچی که انجام دادن، مشاغلی مثل تحلیلگر درآمد، طراح مد، هماهنگ کننده گوینده صدا، 3/4 این افراد از کارشون معنایی نمی گرفتن. اما برعکس اون افسر پلیس، آتش نشان، پرستار، جراح که
یه جوری کارشون در کمک کردن به آدم هاست، داشتن معنای بیشتری از کارشون میگرفتن. پس ما انسانیم و دوست داریم به هم نوعامون کمک کنیم و یا به انسانهای دیگه کمک کنیم یا به حیوانات، به هر چیزی که واژه کمک کردن و ساپورت داشته باشه برای ما احساسات خوبی رو برمقام میاره. پس این کمک کردنه به نظرم نکته دومیه که باید تو انتخاب اون کاره حواسمون باشه. نکته بعدی چیه؟ میگه کاری که در اون زمینه خوبید. برای پیدا کردن کاری که تو اون زمینه خوبین، به نظرم یکی از متریکاش اینه که شما چقدر جسارت اشتباه کردن یا چقدر جسارت مذاکره توی اون کار دارین. دیدین آدمایی که سنشون کمه ولی انقدری میتونن راجع به اون کارشون با قدرت مذاکره کنن یا صحبت بکنن یا با اشتیاق صحبت کنن، میگی این اصلا واسه این کار ساخته شده. پس به نظرم خوب بودن توی کار خودتون رو به خودتون هم تشویق میکنه که توی این مسیر آیا دارین درست قدم برمیدارین یا درست دارین قدم بر نمیدارین. مورد بعدی اینه که با همکارانی کار کنید که حمایتگرن. اون کاری که انتخاب میکنید جنبه‌های منفی عمده‌ای نداشته باشه، به محل کارتون نزدیک باشه، احساس نکنید که حقوقتون ناعادلانه است، عدم امنیت شغلی ندارین. میگه اینا دلایل عمده منفی نسبت به کاراست که با یه سرچ کردن ساده میتونید تایتلاشو در بیارید. روزای اولی که دارین یه کاری رو شروع میکنین، یا به عنوان گرافیست یا به عنوان برنامه نویس یا به عنوان نیروی APM یا به عنوان پوزیشن‌های مختلف، به عنوان ساپورت، به عنوان فروش تلفنی، هرچی، خب شاید این به نظر بقیه بیاد که چقدر این آدمه داره از این شاخه به اون شاخه میپره. اتفاقاً به نظرم باید از این شاخه به اون شاخه قطعاً پرید، چون اگر شما بخواید فقط به یک شاخه گلاویز بشین و فقط اون کار رو تا آخر عمرتون انجام بدین، واقعاً این به نظرم چه منفعتی اصلا برای دنیا. من فکر میکنم که چیزی که شما برای این کار ساخته شدین خیلی باید خوش شانس باشین که کاری که انتخاب میکنین همون کار اولتون باشه، ولی بعیده. ما به خاطر اینکه از سیف زونمون خارج نشیم، به خاطر اینکه ترس از قضاوت داریم، میترسیم که بگیم خب من دیگه مثلا این سال تو این کاره وقت گذاشتم، شاید رشته هنر رو دوست داشته باشم، رشته کارگردانی یا رشته های دیگه، ولی میترسم که برم تو این کاره. من فکر میکنم از بیرون دقیقاً جمله‌ای که مامانم به من میگفت این بودش که علی تو چقدر داری از این شاخه به اون شاخه میپری. اگر شما هم دارین این جمله رو از خانواده‌تون میگیرین، میخواستم این همحسی رو بهتون بدم که تنها نیستین. منم این جمله رو از استاد دانشگاهم، از معلمام، از مادرم، از پدرم، از خواهرم، از همسرم، از آدم‌های مختلفی گرفتم که چقدر از این شاخه به اون شاخه میپری. ولی من برای پیدا کردن علاقه‌مندیم، برای اونی که بفهمم اون پارامترهایی که قبلا ولی واقعا از یه جایی به بعد اون کار دیگه برای من خوشحالی نداره و برای من طبیعیه و نمیخوام خلاف جریان رودخونه خودم حرکت کنم. اگر درون من، احساسات من با اون کار خوشحال نیست، من قرار نیست بشینم یه جایی و صرفا اون کار رو هی مانند گذشته تکرارش بکنم. من میخوام اون کاری رو پیدا بکنم که میتونم به خوبی انجامش بدم، میتونم آدم‌های مختلف رو حمایت کنم که اون کارا رو انجامش بدن. دوست دارم که تو اون کار خوب باشم، دوست دارم دچار غرقگی بشم و این همه اینها کنار هم دیگه انگار مثل یک از این قفل‌های چرخ دنده است که یهو تیک 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 میخوره و همه شروع میکنه باز شدن و اونجاست که به نظرم آدم میفهمه که انگار دیگه دارم میرسم به اون چیزی، کاری که فکر کنم به این که مثلا آرامشه برای من چه شکلیه. خب پس شما تنها جمله‌ای که از من داشته باشین از این قسمت اینه که اصالت با اقدامه. این که شما تا شروع نکنید، تا کاری رو تست نکنید، اصلا متوجه اشتباهتون یا متوجه این که شما بهش علاقه دارین یا ندارین نمیشین. یادمه که من خیلی عاشق هنرم، ولی اصلا یعنی واقعا عاشق هنرم ولی به خوبی این کار رو انجامش نمیدم. خب پس این 5 تا حلقه برای من نچرخیده و خوبه که به این نکته به نظر من توجه کنیم. همیشه برای من توی شروع کردن بود اینی که میترسم هر چی دارم و از دست بدم.
جوابی که بهش رسیدم اینه که آره من قراره هر چی دارم از دست بدم اگر قراره باشه از دست بدم. ببین نمیدونم دانشجویی دارید تازه مسیر رو شروع میکنین، امیدوارم این جمله برات کار کنه. ببین که ترسی که داره باعث میشه که تو این مسیر رو ادامه ندی یا داره بهت بودن و عمل کرد میده، داره باعث میشه که یه بار کافی شجاعت نشون بدی و خودتو به ترست نشون بدی و تو تا نپری از ارتفاع، تا وارد زمین بازی نشی، نمیتونی به ترست غلبه کنی. و ترس دقیقا همون جاییه که اگه زندگی نشه و اگر تو زندگیش نکنی، همیشه یه حسای تو ذهنت هست چرا من اون کارو شروع نکردم، چرا نتونستم، مثلا فلانی به من این پیشنهاد داد قبولش نکردم. ترس جزئی از این مسیر زندگیه. من خیلی از جاهایی که تو مسیر این شغلی قرار گرفتم ترسیدم، خیلی شفاف، چون دارم واقعا با دانشجوهایی صحبت میکنم که دوست دارم بهشون کمک کنم. من زمانی که در لایه مدیریتی قرار گرفتم ترسیدم، ولی واقعا وقتی که آدم میترسه که من چگونه با افراد رفتار خواهم کرد، آیا به رشد شخصیشون، کلی سوال، و این سوال ها ترسناکه برای هر آدمی. ولی واقعا این که نشون بدم که من شجاعم و پس این مسئله برمیام با مطالعه کردن، با اینکه میتونم در ازاش قدمی بردارم، دقیقا همون جاییه که داره بهم کمک میکنه. یه جمله همیشه از الهی قمشه‌ای به خاطر دارم: آدم باید بگه من وظیفه‌مو انجام میدم، شادی پاداش انجام وظیفه اساسا میدن به آدم. بنابراین گفت چه بکنم؟ جوابش اینه که خب معلومه که تو که ناتمام هستی، یه تمامی رو هم ادراک میکنی، پس باید حرکت کنی به طرف رسیدن به اون کمال. این دو. سوم چی؟ به چه چیز امیدوار باشم؟ به این که حتما میرسی. زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. وقتی انسان آرزو کرد، اصلا آرزو دلیل بر استعداده. وقتی آدم آرزو میکنه که ای کاش من چنین و چنان بشم، بدونی که حتما میتونه بشه، وگرنه آرزو نمیکرد. هیچ بره‌ای که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اون خاطرش خطور نمیکنه. اون آدمی که پدرش مثلا میگه که این بچه رو میخوام بذارم، آرزو میکنه برای اون بچه، برای که میدونه این میتونه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. برای اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما. مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. هیچ موقع آرزو نمیکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه. این جمله دقیقاً برای من اینه که اگر تو داری میترسی یا داری یه چیزی رو آرزو میکنی، پس یه چیزی خدا درون تو گذاشته که تو رو داره قلقلکت میده. اون دقیقاً اون احساسیه، اون به نظر من یک ستاره درون توه که داره بهت خط نشون میده و تو داری گوشش نمیدی. چون من ترس از شکست دارم، ترس از اینکه حقوق نگیرم دارم، ترس از اینکه مثلا نکنه تو این کار شکست بخورم، ترس از خیلی چیزهایی که میتونی ترس از رو بیاری، یا مثلا یا اول جملهشون با نکنه که شروع میشه، کلی ترس، کلی ابهام. ولی فقط کافیه شروعش کنی، یا نه انقدری براش ذوق داری که 7 صبح داری بلند میشی بدون اینکه صدای زنگ تو رو از خواب بیدار کنه. یعنی داره واقعا تو درگیر فلو شدی، تو درگیر اون کاری که دوستش داری شدی. موسیقیه، میتونه یک ساختن یک محصول دیجیتال باشه، میتونه از جنس گرافیک باشه، از جنس دیزاین باشه، از جنس هر چی. اون چیزی که داره برای تو کار میکنه. نسخه من برای من، نسخه تو هم برای توه. تو باید تو زمین بازی خودت کشف کنی، منم تو زمین بازی خودم کشف کنم. این به نظرم نکته کلیدی بود راجع به این سوال که میترسم هر چی دارم از دست بدم پس شروع نمی‌کنم. با یه سری دیگه از دانشجوها وقتی صحبت میکنم یه جمله رو خیلی به کار میبرن و من خیلی دوست دارم که واقعا بهتون کمک کنم. این جمله اینه که میگن که من نمیتونم چون. مثالش چیه؟ میگه من نمیتونم چون مام بابام که این شکلی بودن. من نمیتونم چون
از کجا معلوم برای این کار ساخته شده باشم؟ من نمیتونم چون دخترم، من نمیتونم چون پسرم، من نمیتونم چون سنم کمه، من نمیتونم چون عینکیم، من نمیتونم چون فرفریم. برای من این شکلیه. هر چیزی که بعد از چون قرار میگیره یه سری دلایل چرندی هن که من دارم به خودم میگم و یا تو هم داری به خودت میگی. دقیقاً اون عبارت بعد از چون تو میخوای انجامش ندی و یه چیزی داری میترسی. خب و یه چیزی که یه مثال خیلی بدیهیش اینه، من یه جلسه رو دیر میام و میگم بهم چرا دیر اومدی؟ میگم به خاطر اینکه چون ترافیک بود. دلایل چرندن، نمیدونم اسنپ گیر نمی اومد، نمیدونم تپسی گیر نمی اومد، همه این دلایل چرندن. تو دیر اومدی چون دیر اومدی. نکته‌ای که میخوام بگم اینه که توی این مسیری که داری شروع میکنی پر قوره. تو میتونی پر از قور و پر از حاشیه باشی. چرا فلان کارو خوب انجام ندادی؟ چون این. اگر میخوای از این کاری که میخوای انجامش بدی، هر کاری، من نمیدونم اون کار تو ذهنت چیه، نجاریه، اصلا یه مغازه داره، فروشنده است، محصول، مارکتینگ، بازاریابی، فروش، هر چی، من نمیدونم. کلی کار تو این عالم هست که به نظر من هر آدمی میتونی تو بتهوون زمان خودت باشی. نمیدونم تو چه زمینه‌ای تو باید تست کنی که مسیر خودتو بچینی. ولی داستان اینه که بهانه‌ها دقیقاً همون پوششی هن که تو قرار خودت با خودت روبرو نشی، تو قرار تصمیمی نگیری. این به نظرم خیلی نکته کلیدیه. وقتی من تصمیم بگیرم که دیر برم، با قدرت میگم که من انتخابم این بوده که دیر برسم، به خاطر اینکه تو وقتی توضیح میدی اینی دیگه انتخابش نکردی. من این شغل رو انتخاب کردم، من این کار رو انتخاب کردم چون انتخابش کردم. برای خودم هم ددلاین دارم. حرفای بقیه رو میشنوم نسبت به کارم، ولی من انتخاب کردم چون انتخاب کردم. این چیزیه که به من قدرت میده. من انتخاب کردم که الان جلوی دوربین بشینم و یه سری صحبت با دانشجوها داشته باشم. نمیدونم مثلا این ویدیو مثلا ویو میخوره، کسی میبینه، اصلا برام اهمیتی نداره. مثلا این مهمه که انتخاب کردم که این کار انجامش بدم، به خاطر اینکه ازش میترسم، به خاطر اینکه دوست دارم تو این مسیره یه چیزی برای آیندگان بذارم، یه چیزی از جنس تجربه برای بقیه خلقش کنم که اگر بقیه دارن این مسیر رو طی میکنن، حداقل اگه من تو 7 سال 8 سال این مسیر رو طی کردم، شما تو مسیر 2 ساله به این مسیر دست پیدا بکنید. این تجربه و این دانش رو داشته باشید. یادتون باشه قور تو این مسیر زیاده و چیزی که اصالت داره اقدام و انتخاب شماست. شما میتونین از انتخابتون دست بکشین و چیز دیگه رو انتخاب کنید، ولی انتخابش کردین و یاد گرفتین و مهمترین چیز یادگیری شماست که تو این مسیره فرض کنین تا 40 سالگی 50 سالگی فرصت یادگیری برای شما هست. قرار کارهای مختلف آزمایش کنید، از چیزهای مختلف، از آدمهای مختلف یاد بگیرین و به نظرم این ارزشمندترین قسمت زندگیه که ما انتخاب میکنیم چون انتخاب کردیم. سوال اینه معنای زندگی برای من چیه؟ من فکر میکنم معنای زندگی چیه؟ این سوالیه که من واقعا درگیرش بودم. یعنی میتونم بگم حداقل 2-3 سال با این سوال زندگی کردم. معنای زندگی رو من چی میبینم؟ معنای زندگی برای من چیه؟ قلبمه؟ خانوادمه؟ چه چیزی به من معنا میده؟ اصلا آیا معنا دادن چیز ارزشمندیه یا اصلا این سوال درستی یا سوال درستی نیست؟ من خیلی دنبال پاسخ این سوال گشتم. هر کسی از نگاه خودش و دریچه این که آدمیه که تعالیم دینی داره، آدمیه که نگاهش در زمینه کار و تلاشش بوده. یه سری آدم‌ها هم نگاه پوچگرا داشتن، یه سری از آدم‌ها راجع به اینکه خانواده‌شون معنای زندگیشونه یا اینا. بعضی جمله‌ها رو براتون به عنوان یک جمله از یک سری آدم براتون گلچین کردم. مثلا نیچه چی میگه؟ نیچه میگه معنا از بیرون داده نمیشه، باید خودت خلقش کنی و معتقد انسان خودش ارزش‌هاشو میسازه. یا مولانا معتقده که زندگی یعنی سفر روح به اصل خودت. یک کتابی که به نظرم بهتون پیشنهاد میدم حتما مطالعهش کنین، کتاب معنای زندگی، نویسنده‌اش هم ویل دورانت.
تو این کتاب میاد تمام آدم هایی که نگاه معنای زندگی داره. داستان این کتاب اینه: یک نفر داره خودکشی میکنه، یک نامه میفرسته برای ویل دورانت که میگه تو یک دلیل من بگو که من زندگی کنم و به زندگی ادامه بدم، و این همون نامه رو ارسال میکنه برای یه سری دانشمند، فیلسوف دینی و آدم‌های مختلف، که مثلا یکی از این آدم‌ها گاندی بوده که تو این کتاب میاد پاسخ میده و میاد تمام اینا رو داخل این کتاب جمع آوری میکنه. اما چیزی که من خودم فهمیدم اینی که اصلا مهم نیست معنای زندگی چیه، و شاید گشتن دنبال معنای زندگی منو از مسیر و همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم دور کنم. خب من الان که دارم باتون صحبت میکنم یه نسیمی داره از کولر میاد، یه سری سپایه نوره، یه سری نور پشت سرمه، یه کتابخونه اینجاست و الان حال زندگی که الان دارم و یک مثال داخل کتاب بود که من این داخل ذهنم حک شد. شاید شما جمله دیگه ای رو از این کتاب بردارید برای خودتون. زندگی مثل رودخونه میمونه و انتهای این رودخونه مرگه، انتهای این رودخونه تموم شدنه، یا انتهای این زندگی هر چیز دیگه که هر فیلسوف دیگه ممکنه بهش معتقد باشه. من خیلی نظری نمیخوام راجع بهش بدم که جبهه‌گیری بشه، ولی چیزی که اهمیت داره اینه که ما خلاف جریان رودخونه حرکت نکنیم. ما ببینیم زندگی و حال دلمون تو چه مسیری خوبه، اینکه در آینده من قراره چی بشم، یا قراره من حالا در زندگی خودم به شکلی بودم که میخوام یکی از بهترین پروداکت منیجرهای گوگل باشم، دوست دارم که بهترین مارکتر باشم. اما آیا واقعا بهترین و بدترین وجود داره؟ آیا من با قیاس و بقیه سنجیده میشم که در چه چیزی خوبم یا در چه چیزی بدم؟ هر کسی اثر انگشت خودشو داره و تو هم که داری این ویدیو رو میبینی اثر انگشت خودتو داری. پس معنای زندگی دقیقا همون لحظه حالیه که داریم زندگیش نمی کنیم و احتمالاً همون لحظه‌ایه که بیشترین لحظه حال ما در سفر یا در کمپ کردن، وقتی که روی سبزه ها راه میریم با پایی که هنوز جوراب نپوشیدیم، یا دراز میکشیم و درختان رو نگاه میکنیم وقتی که درختان دارن اینطوری به هم دیگه میخورن. شاید لحظه های زندگی همین شکلی هستند که ما داریم به خاطر اینکه به آینده نگاه میکنیم و دنبال یک معنای خاصی از این زندگی هستیم، هی داریم این لحظه رو از دستش میدیم. در آخر خیلی خوشحالم که به اولین ویدیوی من نگاه کردین، چشمان زیباتون رو به این ویدیو دوختین. امیدوارم که این محتوای ویدیویی براتون کارکرد داشته باشه. امیدوارم در آینده اگر این ویدیوها رو دوست داشتین، با بازخوردی که روی این ویدیوها میدین، من ویدیوهای بیشتری برای دانشجوها تولید میکنم و هدف اصلی من فقط کمک کردن به شماست تا در مسیر کوتاه‌تری بتونید به طرز تفکر درست‌تر و بهتر، درست‌تری که وجود نداره، به طرز تفکری پیدا کنید که یه بار حداقل این خودتون رو به چالش بکشید. کنجکاویتون، شجاعتتون. چند تا عبارت کلیدی تو این ویدیو من استفاده کردم که به نظرم بازبینی این ویدیو یه بار دیگه بهتون کمک میکنه که این کلمات رو یادداشتشون کنین و گوشه دستتون بذارین و با این کلمات حداقل 1-2 هفته زندگی کنین، ببین چه شکلیه. خیلی ممنونم. امیدوارم که اگر روز نگاه میکنید، اگر ظهر نگاه میکنید، شب نگاه میکنید، روز، ظهر، شب خوبی داشته باشین و بدرود.